سلام. مدتی من مطرح کردم که اگر که حالا مثلا کلین آرکیتکچر و این قوانین و این چیزا رو هم کسی بداند، دقت کنید، بداند، اما به دلایلی مثلا برای یک پروژه نیاز داریم یک سیستمی، یک اپلیکیشنی رو پیاده بکنیم، سریع به درآمد برسیم و بعد مثلا قراره 1,000,000 کاربر داشته باشیم، 500,000 تا کاربر داشته باشیم. بهش که رسیدیم یا مثلا یه سرمایه گذاری قراره یه تارگتی برامون گذاشته، بر اساس اون تارگت یه پولی به ما بده. خب میتونیم ریسک نکنیم، پروژمون رو به نتیجه برسونیم و بعد بریم سراغ پیاده سازی رویاهامون توی کد نویسی. پس میخوایم ببینیم کد نویسی تند و سریع چجوریه، نیازمندی ها رو تا رسیدن به تارگت مالی لازمه انجام بدیم، حالا تا بعد ببینیم که باید چی کار کرد. دقت کنید، این کارا که قرار من توضیح بدم باید با هماهنگی باشه. بر ندارید خودتون سر خود یه کارایی بکنید. این یه جور چی میگن، افتضاح کاریه. این کار صحیحی نیست. برای اینه که یک شوری شده، صحبت شده، همه به صلح رسیدن در این زمینه که حالا قراره این کار انجام بشه. قرار نیست خودتون از فردا بردارید با این روش کد بنویسید. این کار رو فرمی نیست. پس حواستون باش. خب حالا آیا اگر کلین آرکیتکچر پیاده سازی نشه یعنی ما کد کثیف نوشتیم؟ نه، اینجوری نیست. حالا قراره ببینیم. پس هی فریاد میزنن کلین آرکیتکچر کلین آرکیتکچر، به این معنا نیست که حالا اگر انجام نشد ما جنایت مرتکب شدیم. نه، میشه کد قابل خواندن، قابل نگهداری، کد خوب تمیز نوشت، ولی حالا این قواعد رو هم رعایت نکرد. بریم ببینیم. نگاه کنید، فرض کنید اصلا من نمیدونم داون دریون دیزاین چجوریه، مونولوتیک آرکیتکچر هم بلد نیستم، دیزاین پترنارم به اون صورت بلد نیستم، یا بلد هستم وقتشو ندارم. درست شد؟ خب یه توضیح دیگه بدم. آدم تجربه دار این کارا رو میتونه بکنه ها، چون حالا ممکنه بعد که من پیاده سازی رو نشونتون دادم بگید که خب این که خودش نیاز به تجربه داره. بله، یه آدم با تجربه داریم، یه تیمی دارد، میبینه اینا نمیتونن یه سری کارا رو حالا فعلا هندل کنن، دی نیاز به نمیدونم برین استورمینگ داره، 2000 تا داستان داره، طول میکشه، باید جلسه بذارن و سانسورش میکنه. خب بعد حالا معماری مونولوتیک باشه، ماکرو سرویسز باشه، این باشه اون باشه، اینا رو میخوایم بذاریم فعلا یه کوچولو کنار. خب حالا باز بریم جلوتر. اصلا دقت کنید، بعضی از شرکت‌های بزرگ مخصوصا بیرون ایران الان چند وقتیه کارشون این شده که یه سورس کد رو نهایتاً 2 سال نگهش میدارن. یعنی وقتی که ریکروترها و اینا با شما تماس میگیرن میگن که ما به شما قول میدیم شما درگیر یک گرینفیلد پروژکت میشین، یعنی پروژه از صفره. درست شد؟ چرا اینجوریه؟ چون 2 سال نیرو رو آوردن، کارشو انجام داده، حالا یه عده‌شون موندن، یه عده رفتن، یه عده اخراج شدن، یه عده خودشونو دار زدن، یه عده نمیدونم رفتن کشور دیگه، حالا هر طوری شده. به هر حال الان
اون پروژه دیگه به صورت لگسی نمیخوان نگهش دارن و ازش استفاده کنن، کارشون باهاش تموم شده، سورس کد رو آساسه میخوان بریزن دور، حتی ممکنه استک رو هم عوض کنن. حالا الان میبینید اینقدر من ساده و احمقانه کد مینویسم که شما میتونید تو 10 روز 5 روز سویچ کنید به یه چیز دیگه. حالا میبینید. خب پس قراره همه چیز خیلی لایت ویت باشه ولی در این حال منطقی. خب بالاخره ما دیتابیس که لازم داریم که دیگه، مثلا ببینید به صورت مدل فرست و این داستانا هم نمیخوام کار کنم، اول باید دیتابیسمو داشته باشم. پس بریم حالا یه نگاهی به دیتابیسمون بندازیم. ایشون دیتابیس منن، اسمشو گذاشتم ایزی کدینگ. خیلی خوب، تا اینجا که چیز سختی نیست که یه دیتابیس، درسته؟ حالا یه تیبل دارم به نام تکس پیر، یه آیدی داره، یه نیم، یه فامیلی. این ترانزکشن آیدی رو لطفا بیخیالش شید، فرض کنید الان ندیدینش، نیست، درست شد؟ آیدی، نیم، فامیلی. حالا ممکنه 600 تا فیلد داشته باشی، خب داشته باش، مهم نیست. یه asset دارم، اموال، باز آیدی داره، دیسکریپشن داره، پرایس داره. ترانزکشن آیدی رو هم قرار شد انگار ندیدینش تا حالا، اینم حله. خب asset کامپوننت دارم، دوباره asset آیدی داره، دیسکریپشن داره و پرایس، درست شد؟ اجازه بدید یه آیدی هم من اینجا اد بکنم. خوبه، آیدی داشتن کلن مطلوب است. خب ایشون هم پرایمری کی باشن و آیدنتیتی هم باشن. مرسی، خداحافظ. خب این هم هست، درست شد. حالا بریم یه نگاهی به چیزی که من تو ویژوال استودیو ساختم هم بندازیم، دوباره برمیگردیم دیتابیس رو نگاه میکنیم، جدولم بازم داریم. حالا صبر کنید. حالا ببینید این سولوشن میتونه مثل این حاوی تمام پروژکت ها باشه، میتونه اصلا n تا پروژکت جدا داشته باشید که هر کسی واسه خودش، هر تیمی مثلا داکرایزش کنه، بندازتش با گیت هاب اکشنز، مثلا کامپایلش کنه، بیلدش کنه و حالا بعد مثلا بره روی کوبرنتیز و حالا هر چی که هست، درست شد؟ یه دونه API دارم به نام تکس پیر، درست شد؟ یه کنترلر دارم، تکس پیر کنترلر، اوکی. یه مدل دارم، میام برای اون تیبلی که دارم یه مدل میسازم. یه دیتا دارم، توش میتونم دیبی کانتکست داشته باشم و همه اینا. نمیدونم ریپوزیتوری و همه این چیزا رو هم نمیخوام. فعلا دیبی کانتکستم و اینجکتش میکنم اینجا و کارم رو انجام میدم. هر آنچه که عملیات کراد لازم دارم اینجا انجام میدم، درست شد؟ این از تکس پیر. خب برو خونت. asset کامپوننت کوپ همونه، دوباره مدلمو دارم، تو دیتا هم دیبی کانتکست و اینا واسه خودم دارم. فرض کنید اینو اصلا یه تیمی دارن توی طبقه 4 مثلا انجامش میدن، تکس پیر رو یه تیمی ریموت داره توی ایران انجام میده، درست شد؟ اینو یه تیم داره توی مثلا هلند انجام میده، بهش داکیومنت دادن، داره انجام میده. asset رو تو طبقه 18 اون شرکت دارن انجام میدن، باز اون برای خودش مدل داره، کنترلر داره، یه دیتا که فقط یه دیبی کانتکست ساده و کانفیگوریشناشو اینجا خواهند داشت، هیچی دیگه اینجا نیست. خب حالا نکته پیش میاد، یکی میاد میگه که خب بابام جان بیزینس رو میخوای چی کار کنی؟ کجا میخوای؟ که کرادا رو زدی، اوکی. بیزینس رو میخوای چی کار کنی؟ اوکی. عملا گفتم اینو یه آدم تجربه دار باید انجام بده، یعنی باید
اون ایدهشو آدم تجربه دار داده باشه. چرا؟ حالا میریم ببینیم. این عملا همون ماکرو سرویسز آرکیتکچره. چجوری؟ بریم ببینیم. به جدولای من نگاه کنید. من وقتی که یک اپریشنی میخوام انجام بدم، فرض کنید میخوام یه دونه رکورد اضافه بکنم به تکس پیر. درست شد؟ قبل از این که این کار رو انجام بدم، میام اینجا یه تیبلی دارم به نام سیستم ترانزکشنز. یه دونه ترانزکشن آیدی با مثلا استاتوس مثلا منهایی، مثلا استاتوس یک یعنی تازه استارت شده. دامین نیم هم چیه؟ حالا اسم اینو میذارم مثلا تکس پیر. درست شد؟ این آیدیه رو برش میدارم، دارمش. درست شد؟ وقتی که توی تکس پیر یه رکورد میذارم، این آیدی ترانزکشن آیدی رو میذارم اینجا. شد؟ اگه یه اپریشن ساده است و هیچ بیزینسی نداره، در جا میام و بعد از این که این عملیات انجام شد، توسط یه API دیگه سیستم ترانزکشنز رو که اینجا یه استاتوس داره، اینو مثلا میکنمش فاینال، انجام شده، دان، یه چیزی. بعدم توی انتیتی فریمورک میتونم بگم که بر اساس این ترانزکشن آیدی وقتی میخوایم مثلا فیلتر بکنیم و اینها، اونایی که استاتوس دان شده هستن رو بده. درست شد؟ خب این است. باز دوباره حالا فرض کنید یه اپریشنی بیزینس داره، یعنی مثلا من باید یه چیزی توی asset بذارم، تو asset components هم بذارم، اینا هم دوتا API جدان. یه ترانزکشن آیدی اینجا درست میکنم، وضعیتشو میذارم تازه استارت شده. این API کار خودشو انجام میده با ترانزکشن آیدی که داره، اینم انجام میده جداگونه، دوتا API جدان. درست شد؟ اگه همه چیز اوکی بود، یه موتوری، یه جارویی، یه چیزی میاد و بعدن چیکار میکنه؟ این استاتوس رو عوض میکنه. تا نکنه این رکوردها عملا ارزشی ندارن، چون ما هر دفعه میایم اونی رو برمیداریم که ترانزکشن آیدی اون و استاتوس اون باشه اینجا، استاتوس مثلا فاینال داشته باشه. حالا بیاید اینجا رو ببینید. من اینجا اومدم خودم یه API گیتوی درست کردم. مثلا ببینید اینجا من میتونم بقیه API ها رو کال کنم. ببینید اوکلت و نمیدونم این چیزا بلد نبودم و خودم اینجا میتونم ریکوست بزنم به 5 تا 4 تا از اینا وقتی که دیپلوی شده یا حالا رو لوکاله و مثلا استاتوس رو عوض بکنم. حالا اگه بخوام بیزینس داشته باشم، من باز اینجا میتونم API داشته باشم، همونجا که دارم این API رو کال میکنم وسطش بیزینس هام رو هم پیاده بکنم. یه کار خوشگل دیگه هم میشه کرد، یه کار دیگه اصلا کلن میشه کرد. اینجا رو ببینید، یه تیبل دارم به نام به قول معروف دیتا API Q. میتونم هیچ کدوم از API های من هیچ کاری فعلا در حرکت اول روی تیبل ها انجام ندن. یه دونه ترانزکشن آیدی هر بار ساخته بشه، اسم API اینجا ذخیره بشه، دیتاش هم به صورت جیسون بیاد اینجا. درست شد؟ هیچی، تمام. یعنی API رو کال میکنیم، تموم میشه. فقط هم اینجا میریزن رکوردها رو، جای دیگه نمیریزن. رکوردها همه به صورت جیسون، نتیجه یعنی اون API هر چی که داره به صورت جیسون میاد اینجا. بعدش اینو ببینید، بک‌گراند ورکر دارم. میتونم بک‌گراند ورکر نوشته باشم، هر مثلا 2 ثانیه یه بار بیاد ببینه آیا چیزی اینجا هست. اگر هست برداره، یه دونه این API گیتوی هایی که نوشتم رو کال کنه. ممکنه بیزینس داشته باشه، بیزینس ها رو هم پیاده کنه.
بعد این API ها رو یکی یکی کال کنه، کرادام به قول معروف انجام بشه، بعد بره اگه همه چیز اوکی بود استاتوز این ترانزکشن رو عوض کنه و همه چیز اوکی. درست شد؟ در نتیجه شما اگر مثلا یک اینسرتی انجام میدید، حالا تازه اینجا میتونید ورژن بذارید، مثلا ببینید یه ورژن هم مثلا اینجا اضافه بکنید، اصلا اینتجر، حالا مثلا خب همیشه ماکسیموم اینتجر رو نگر میخواید، یعنی هر بار میخواید مثلا استا رو روش کوئری بزنید، اول باید بیایید ببینید که اون ترانزکشن آیدی که ورژنش مکس رو بردارید، فاینال هم باشه، یعنی اوکی باشه همه چیز، بعد بیایید اینجا پیدا بکنید و بردارید و اینها. یعنی ببینید شما عملا یه مکانیسم فایر اند فورگت مثلا میتونید درست کنید، هر بار دیتا ها فقط بیاد کجا؟ بیاد اینجا. یعنی هر API شما یه شلیکه، فقط یه لحظه دیتا میاد اینجا. حالا اینجا میتونید فیلدهای بیشتری داشته باشید تا همه چی روشن‌تر باشه، نقش لاگو داشته باشه، از این حرفا. بعد این دیتا رو بک‌گراند ورکرتون میاد بر میداره اینجا، میبره این API ها رو کال میکنه. اگه فرمولی هست اصلا یه دونه API گیتوی براش نوشتید، اون میاد این API ها رو کال میکنه. این وسط بیزینس هاتون رو مینویسید، اونی API ها رو کال میکنه، یه عالمه کار انجام میده، رکوردها رو میچینه توی این تیبل ها با این ترانزکشن آیدی ها. بعد میتونید حتی یه چیزی بنویسید کانت بگیره، مطمئن شه همه چیز اوکیه، بعدش بیاد و این استاتوس رو مثلا عوض کنه، ورژن و اینا رو درست کنه، ماکس بذاره و از این حرفا. خب عملا شما یه سیستم خیلی بزرگ رو ریز کردید، دادیدش به n تا تیم. نه دامین دریون دیزاین آنچنان دارید، نه نمیدونم خبری جای هست، هیچ. هر کسی یه مدل داره، یه DB کانتکست. اکثرا هم ممکنه تعداد مدل ها یه دونه باشه، اصلا سعی کنید همین کارو بکنید، اینا رو به هم نپیچونیدشون، همشون رو API های مجزا بکنید و تحرکات رو روشون بیارید اینجا، رو این چیزی که به عنوان API گیتوی درست کردید. خب مشکلش چیه این الان؟ این کثیفه، غیر قابل خوندنه، درک نمیشه. الان مثلا بانک ها فکر میکنید چی هن؟ بانک ها رکوردا میره یه جایی مثل اینجوری اینجا، بعد یه موتوری میاد، به قول معروف همون بک‌گراند ورکره، این موتوره میاد دیتا رو بر میداره، کار انجام میده، نتیجهشو میده. مخصوصا مثلا وقتی وب دارید میتونید یه کاری انجام بدید، سیو کنید تو اون جدوله که فقط دیتا ذخیره میکنه این، بعد به کاربر پیام بدید دیتای شما ذخیره شد، نتیجه به شما اعلام میشه، بعد بهش نوتیفای کنید، مثلا حتی چند دقیقه بعد، هیچ مشکلی نداره. مثلا تو کارهای بورسی همینطوره، یه دفعه 10 صبح یه پنلی باز میشه، فقط مثلا 3000 نفر حق دارن یه کاری رو انجام بدن، یه سهامی رو بخرن. این فرمول داره، کلی اتفاق باید بیفته، ولی این کارو نمیکنن. 3000 نفر اولی که فقط دیتاشون نشسته اینجا رو ذخیره میکنن، پنل رو میبندن، بعد این انجینه میاد دونه دونه یه عالمه فرمول و اینا پیاده میکنه، بعد به یارو پیام میده که مثلا کاربر عزیز شما خریدت کانفرم شد، مثلا تمام شد و رفت. ببینید نه کافکایی گذاشتم نه چیزی، ولی همه چیز رو سرویس کردم. عملا اینجا این بک‌گراند رو شما میتونید حتی بعدا روی لینوکس یا ویندوز به صورت ویندوز سرویس یا کرون جابش بکنید، چند ثانیه یه بار، 2 ثانیه یه بار، 1 ثانیه یه بار بیاد چک کنه، همه چیز به این راحتیه. این کار عالی نیست، اما فرض کنید شما یه پروژه دارید که الان گیره،
اگر یه همچین کاری بکنید مثلا یه ماه نوشتینش رفته، تا اینکه بشینید هی اینترفیس درست کنید، هی کلاس درست کنید، بعد اون رو دی آی کنید، بعد نمیدونم به مشکل بخورید، اتومپر فلان. این مشکل شما رو موقتی حل میکنه. فرض کنید حالا شما اون تارگت رو زدید، مثلا 20 میلیارد اومده تو سیستم کاریتون. خب حالا آروم آروم این API ها رو میتونید براش دامین تشکیل بدید و نمیدونم باندد کانتکست درست کنید و خیلی چیزا. معماریتون رو نمیدونم تصمیم بگیرید مونولوتیک بکنید، ماکرو سرویسز باشه، کافکا بیارید وسط به جای این بک‌گراند ها و اینها و همه این چیزایی که هست. ببینید این فقط یک ایده بود، فقط من میخواستم به شما نشون بدم که داشتن یه همچین چیزی نشونه یک کثیف کاری نیست. سریع میگید که اوه اجازه ندادن مثلا از کلین آرکیتکچر استفاده کنیم، این یعنی کثافت، یعنی همه چیز باید دور ریخته بشه، یعنی افتضاح، یعنی هیچکی هیچی نمیفهمه. چرا آقا میفهمید؟ آخه این دیگه ساده تر از این که دیگه نداریم که، کاملا قابل درکه. یه مقداری اگه از مغزمون هم استفاده بکنیم به جای ابزارها، فکر نمی کنم ضرر کنیم. همین، من میخواستم فقط همین رو ببینید که اگه دقت کرده باشید نکته حرف منو گرفتید. موفق باشین.